درود بیننده عزیز، شعله گلخوجه هستم و شما را نمیدونم، اما ملاقات نوبتی با شما را من خیلی منتظر بودم، زیرا در 24 ساعت گذشته چی در تاجیکستان و چی در دنیا خبر و حادثه های زیاد دایر شدند و من میخواستم همه این موضوع ها را با شما در میان بگذارم و مگه بعد از 3 ساعت دیگر ما همه شما را در پخش مستقیم برنامه خبری رادیوی آزادی منتظر هستیم و تا کنون ما چند خبر و گزارش های نقد را در دست داریم که حتما که پیشنهادی شما خواهد شد. خب اگر بخواید بدانید که چگونه یک مادری جنگجوی تاجیکی در گروه به نام دولت اسلامی جنگیده است به مدل و یا ترغیبگر لباس‌های ملی تبدیل یافت، پس برنامه ما را حتما تماشا کنید. بحثا که بهای جان را در پی داشت و یا چگونه پدر و مادری که سالهای طولانی بحث‌های دادگاهی داشتند و بر سر مال و ملک با همدیگر دعوا می‌کردند، فرزند یگانه‌شان را از دست دادند. خب این گزارش بیشتری ها را میتواند به فکر وادار کند که هیچ یک مال و ملک نمیتواند ارزش جان فرزند و یا اینکه روانی شکسته او را داشته باشد. و کلی سرریز رخنه می شود یا نه؟ به این سوال متخصصان تاجیک پاسخ خواهند گفت، زیرا در این اواخر سر و صداها درباره پیدا شدن شکاف در این کل به وجود آمده است. و یکی از بنیادگذاران حزب حاکم در تاجیکستان اخیراً درباره مسلمانان کتاب نوشته است و او حاضر شد که در صحبت با رادیوی آزادی درباره حجاب، ریش و حزب نهضت اسلامی که همکنون در تاجیکستان ممنوع است نظر خودش را بگوید. و البته درباره زمین نیز که یکی از موضوعهای بحث برانگیز در جامعه تاجیکستان است و دعواهای زیادی سودی در این باره وجود دارد، برای شما یک گزارش و یک صحبت مکمل را پیشنهاد میکنیم. خلاصه چند موضوع دیگری نیز هست که همکاران ما سر آن اندیشه دارند و کار میکنند که همه این را ما همگی بعد از 3 ساعت دیگر در برنامه خود پیشنهاد شما میکنیم. فراموش نکنید ما رو میتونید در آزادی ویدیو یوتیوب ببینید که کانال مخصوصی ما است و همچنین در سامانه ما www.azadi.org و در صفحه های اجتماعی که آنجا ما صفحه مخصوص داریم. همه شما رو ما بعد از چند لحظه دیگر منتظریم.